تغییر خواهد کرد. Ready for exposure to the whole of the light of day of the world. When that point is reached, then I think the rules here will change. صلح جهانی توسط یک حکومت روحانی جهانی برپا می شود. یکی از تعالیم 12 گانه بهائیت. I guess I should say this very clearly that the conversation is within these four walls. متاسفانه اول از همه این که اگه شما در اسرائیل هستید نمیتونید عضو جامعه بهایی بشین. آصف ناراضی بود. خواست او از اینکه به عنوان یک بهایی به باغ بهایی ها بره شکست خورده بود. با نگاه کردن دوباره به این فیلم ها من نمیتوانستم بفهمم که چرا آقای اسمیت معاون مرکز جهانی بهایی از تل‌آویو به اینجا آمده بود که فقط جواب منفی بده. بعد از سالها کار به عنوان کاراگاه آماتور زمان آن رسیده بود که من هم به آصف بپیوندم. موفقیت هر نوع تحقیق دانستن تمامی حقایق است. من تنها کتابی را که به زبان عبری درباره بهاییت وجود داشت پیدا کردم. اختلافات خانوادگی در میان دو پسر بهاءالله که در حدود 80 سال پیش برای کنترل کردن عقاید بهاییان وجود داشت توجه مرا جلب کرده بود. اختلافات با طرد قسمتی از خانواده حل شده بود. پیش خود فکر کردم که حتما این پیغمبر نوادگانی از خیش در میان ما دارد. شاید این شروع خوبی بود که با تماس گرفتن با نویسنده کتاب بهاییت بتوانم تعدادی از نوادگان این پیغمبر را پیدا کنم. آیا دلیلی داره که مرکز در اسرائیله؟ بله دلیلی داره. تنها یه نفر در اسرائیل بهاییت رو مطالعه میکنه و او به دانشگاه توصیه کرد که این بخش رو ایجاد کنن. این شخص کسی که شما با او در حال صحبت هستید، یعنی خودم. من کتاب شما رو پیدا کردم. شما کمی درباره خانواده پیامبر بهاییان صحبت کردید. میتونین به من بگین که چگونه میتونم این نوادگان رو پیدا کنم؟ کسی نیست. هیچ کس؟ این مذهب جدیدیه، غیر ممکنه که کسی نباشه. من واقعا نمیدونم. من نوه بهاءالله از طرف پدر و مادرم می باشم، برای آنکه آنها عموزاده بودند. بزرگان خانواده همگی در این خانه زندگی می کردند و این خانه همیشه پر از بزرگان خانواده و بچه ها بوده. من همیشه به تمامی حرفای آنها گوش می کردم. این شجره خانوادگی ماست از تهران و در سال 1977 به من داده شد. من در این پایین هستم، یه جایی در اینجا. اون چه کسیه؟ این عباس افندیه. موقعی که جوان بود خوش قیافه است، نه؟ این پدر بزرگ من محمد علی است، برادر عباس افندی. شما چیزی از دانشگاه عبری خوندید؟ صحبت‌هایی در مورد استادی در دانشگاه عبری کردید به نام موشه شارون؟ موشه شارون میگه ما جزو خانواده نبودیم و من باید نامه‌ای به ایشون بدهم که اینطور نیست. چرا کسی که بهایی نیست چنین چیزی رو میگه؟ برای اینکه ایشان اولین نفری بودن که به عنوان رئیس بهاییت در دانشگاه بودن و شاید ایشان کاملا مطلع نیستن و شاید اصلا نمیدانن. این عکس جالبیه. من این رو برایتان باز میکنم. این پدر بزرگ من محمد علی بدیعالله است و 4 پسرش. البته پسرانش بسیار افراد مهمی هستند. تمامی اینهایی که ایستاده اند نوادگان پیامبر میباشند. فکر کنم که این عکس جالبیه. پدر شما کدوم یکیه؟ پدر من اونقدر بلند است. ما همگی عضو خانواده هستیم. آنها نمیتوانند بگویند که عضو این خانواده نیستیم. به زائرینی که از خارج میآیند میگویند که با ما معاشرت نکنند. یک نوع بچه بازی است. چرا اینقدر از ما میترسند؟ ما چه میتوانیم بکنیم؟ ما خانواده‌ای هستیم که در اینجا زندگی میکنیم و خون بهاءالله در ما جریان دارد.
ما کاری علیه آنها انجام نمی دهیم. ما همگی در صلح با هم زندگی می کنیم و ما دقیقاً کاری را انجام می دهیم که بهاءالله به ما گفته بود. بنابراین ما بهایی هستیم، ما بهایی واقعی هستیم. ای آفریدگان خداوند، صلح در ابتدا میان افراد باید ایجاد شود. عبدالبها پسر بهاءالله. زمانی که ما می‌خواستیم در مورد خانواده بهایی ها تحقیق کنیم، به فکر نگار نوه بانی بهاییت افتادیم. از آنجایی که یهودی هستیم، آنقدر دوست داشتیم که اگر موسی نوه‌ای داشت و او زنده بود، او را ملاقات می‌کردیم. من فکر نمی کنم که شخصیت انسان‌ها برای بهاییت مهم باشه. فکر می کنم که وفاداری به سازمان اداری از این عقاید مهمتره. و فکر می کنم که این مهم نیست که شخص رابطه‌ای در مراحل روحانی شدن داشته باشه و این چیز ارزشمندی در رابطه با بهاءالله نیست. در تمامی سازمان‌های مذهبی همیشه یک نوع برخورد با مخالفین قوی وجود داشته. این مطمئناً در کلیسای کاتولیک و دیگر سازمان‌های مذهبی هم وجود داره. در رابطه با بهاییت، آنهایی که با قدرت تشکیلات برخورد کرده و از آنجایی که این تشکیلات ساختار همبستگی بین افراد جامعه بوده، از افراد خواستن تا با مخالفین حرف نزنند. این به این دلیلی که در بهاییت اختلاف و نظام ممنوعه و برای اینکه این اصل رعایت بشه، بهترین راه برای نبود برخورد معاشرت نکردنه. پیدا کردن نوادگان بهاءالله به تحقیقاتمان که دانستن ساختارهای زیر باغ بود هیچ گونه کمکی نکرد. ما میبایست به راه اصلی خود برمیگشتیم و توجه بیشتری به تحقیقات در مورد باغهای بهاییت میکردیم. قدم بعد گرفتن نقشه‌های ساختمانی باغ بود. ما انتظار هیچ گونه کمکی از شهرداری حیفا نداشتیم، ولیکن گرفتن نقشه‌ها بسیار ساده تر از آنچه فکر می‌کردیم بود. ما از یک مهندس معمار که در تل‌آویو بود خواستیم که این نقشه‌هایی را که قبلا ندیده بود برایمان بخواند. چیزی رو که میتونید ببینید چیزهایی است که روی زمین قرار داره. بعدم به زیر زمین توجه میکنید. چیزهایی که اینجا میبینید یک نقشه است. 1 2 3 5 و نیم 6 طبقه زیر زمین و این چیزی که روی زمینه. چرا این اتاق زیر زمینه؟ نه ببخشید، این اتاق اجلاسه. من میخوام این نقشه رو مطالعه کنم. این شبیه یه معماست. این یه سالونه، شاید در حدود 200 نفر و یا حتی 250 نفر میتونن در اونجا بشینن. اینها برای تصفیه هواست. ماشین همه جا. اتاق غذاخوری زیباست. اتاق نشیمن، نگاه کن، زمین بازی بچه‌ها در زیر زمین، تأسیسات و اتاق پزشکان. تمام اینها کارشان خدمت به هسته است. اگه این ساختار باشه، این هسته است. این چه معنی داره؟ یعنی یه پناهگاهه. پناهگاه؟ مطمئناً پناهگاه اتمیه. حالا میتونم ببینم، برام واضحه. من فکر میکنم این یک نوع توطئه است. من قبلا چنین چیزی رو ندیدم. چه توطئه‌ای؟ همه نوع، نمیدونم. یک گروه مشاوران از مردان عاقل که نجات پیدا کردن، شاید بعد از یک فاجعه طبیعی و یا هر چیز دیگه‌ای. مثل کشتی نوح. کشتی نوح اولین پناهگاه بود. حداقل تا اونجایی که من میدونم.
الان احساس می‌کنم که علاقه شدید من به این تحقیقات بیفایده نبوده. این ممکنه که یه پناهگاه باشه. من تصمیم نداشتم که از عقیده ایمان دست بکشم. باید مردمانی باشن که در این مکان کار کردند. پیدا کردن کسانی که در این ساختمان کار کرده باشند نقشه بعدی ما بود. یکی از منابع ما برای دیدنمان در ایستگاه اصلی بیت المقدس پافشاری می‌کرد. او می‌خواست در آنجا لیست کسانی را که در ساختن این ساختمان دست داشتند به ما بدهد. من به ایستگاه قطار حیفا رفتم. شخصی که قرار بود او را ملاقات کنم از دیر آمدنش عذرخواهی کرد. او درباره حقایق و انتظارات خودش سخن گفت. در حقیقت من و افراد بعد از من با آنها تا 500 سال دیگر کار خواهیم کرد. کسی که همراه من بود با آن مکان آشنایی زیادی داشت. او مرا نیز با آنجا آشنا کرد. میتونید اونو یک پناهگاه زیرزمینی بدونید. من در سالن‌های زیرزمینی و اتاق‌های اجلاس با آخرین نوع تکنولوژی کار کردم، با بهترین نوع و مرغوب‌ترینشون. من وقتی سعی می‌کردم که از سالن خارج بشم تنها یک در وجود داشت. تمام راهروها به توالت ختم می‌شد. تمام درها قفل بودند. کلاً فضای اسرارآمیزی بود. همیشه زیر نظر و همیشه شما را در مد نظر داشتم. و یا اینکه احساس می‌کردی همیشه تحت نظر هستی. بیشترین چیزی که به خاطر میارم مدیریت یک دفتر به صورت یک بانک بزرگ بود. مثل یک دفتر که از تکنولوژی بسیار جدیدی برخوردار باشه و شاید یک قسمت از ارگان‌های دولتی و شاید شبیه یک اتاق فرماندهی نظامی در حد و حدود پناهگاه یک ژنرال. من قبلا چنین چیزی رو ندیده بودم و سعی ندارم که دوباره اونها رو ببینم مگه مجبورم کنم. برای وارد شدن دو راه وجود دارد. یکی وارد شدن از در به صورت محترمانه و دیگری امتحان کردن پنجره ها. شاید من علاقه خاصی به پیدا کردن ساختارهای ممنوع زیرزمین داشتم. به خاطر همین اجازه دادم که آصف مرا برای امتحان کردن پنجره ها راضی کنه. شما اجازه دست دادن به چیزی رو ندارید. نه به سنگ ها، نه به گل ها، نه به آب. به جای عضویت در بهائیت ما دوباره تصمیم گرفتیم با یک تور جادویی سری به این باغ‌ها بزنیم. شاید سوراخی در این حلقه ساختاری پیدا کنیم. رو به پایین تنها یک ساختمان مذهبی برپا بود. بارگاه باب. با آشنایی که با نقشه‌های معماری داشتیم ما می‌دانستیم که 4 ساختمان وجود دارد. ولی ما فقط 3 تای آن را می‌دیدیم. ساختمان دارالتبلیغ بین‌المللی، بیت العدل جهانی و ساختمان دارالآثار. ما قادر به دیدن کتابخانه نبودیم. از آنجایی که به ما اجازه ورود داده بودند هیچ گونه سوراخی در این حلقه به چشم نمی‌خورد. فقط یک ارتش از باغبان‌ها. بهائیان مشروب نمیخورن، سیگار هم نمیکشن، از مواد مخدر استفاده نمیکنن، اونا فقط صلح میخوان. بهائیان در هیچ دولتی شرکت نمیکنن و حتی در هیچ ارگان دولتی حضور ندارن. با پی بردن به این که بهائیان انگیزه صلح جهانی دارند، در ضمن هیچ گونه فعالیتی در دولت‌ها ندارند، خوشحال شدم. ولی تنها چیزی که در این مراکز دیدم، مکان‌هایی بود شبیه به ساختمان‌های کنگره که سمبل دولت‌های غربی بودند. چرا بعضی از شما اسرائیلی و بعضی دیگه تون بهایی هستین؟ برای اینکه ما نیروهای محافظ هستیم. بهائیان به اسلحه اعتقاد ندارن. این چه معنی داره؟ پس اونها به شما اسلحه میدن؟ ما اسرائیلی ها اعتقاد شدید به حمل اسلحه داریم. حمل اسلحه ممنوع است. بهاءالله. در آخرین دیدار از باغ بهایی احساس کردیم که باید درباره بهائیت و صلح جهانی بیشتر تحقیق کنیم.
تا اینکه از خواندن رابطه خودکشی دیوید کلی تعجب کردیم. خودکشی خبرچین. دیوید کلی مأمور MI16 و کارشناس تسلیحاتی. او توسط مای پترسون به بهاییت پیوسته بود. مای پترسون که یک مأمور CIA و مترجم در عراق بود، به خاطر رابطه‌اش با ارتش‌ها و دولت‌ها مشخصات یک بهایی را نداشت. دولت انگلستان لرد هاتون را برای تحقیق در رابطه با مرگ کلی انتخاب کرد. طبق گزارشات هاتون در رابطه با مرگ کلی، نماینده